شد. سلام و باز هم سلام به کلی سامیان و اون نفرانی که تازه به برنامه ما پیوست شدن. درود و پیام برای شما از جشن خورشیدی و جمشیدی نوروز عالم افروز، نوروز بین المللی. برای هر یک شما تبریک میگم و شما را با این جشن بین المللی تبریک و تهنیت میگم. دوستای عزیز خوب و پاکم، شنونده های عزیز و مهربان، خب درود میگم به همه اونایی که تازه با ما پیوستن. امیدوارم که حال هواتون خوب است و از اون که در نوروز شرط است که باید از کینه و بغض و این چیزا روح و روان خود پاک کنیم و امیدوارم که شما در این روزها، یعنی فال نیکی نوروزی هم همین است که شما باید روح و روان خود از این چیزا دور کنید و با انرژی خیلی خوب تابی خوبه به خود و نزدیکانتون بخشید و ما هم کوشش میکنیم که با یک برنامه خیلی خاصی خود با افای گونم که حالی مثل بهار در نزد من هستم این روزه برای شما باز هم خوبتر و بهتر کنیم.